این روزا آدم اتفاقاتی رو میشنوه، چیزایی رو به چشم میبینه که وحشت میکنه. میره برای یه تماشای تئاتر، دلش میگیره، بکاش دلش میگیره، همه جای آدم منقبض میشه، چیزی برای تماشا وجود نداره. بازیگری هنر عملیه، حرف زدن راجبش خیلی راحته. ما داریم برمیگردیم خیلی خونه عقب‌تر، اصلا اتفاقای افتضاح داره میفته، تصمیمات اشتباه. بعد هرچی نزدیکتر دارم میشم، سنم میره بالاتر، شجاعتر دارم میشم. از چی باید بترسم؟ میگه چه حرف بدی دارم میزنم. یه سری دوستان دیدم میگن آقا ما میخوایم بازیگر تربیت کنیم. تو خودت بلدی درس بدی؟ چه بازیگرانی تربیت کردی که الان میخوای دوباره یه مجموعه تربیت بدی؟ چه کلکسیون همه رو به هم زدی که هرچی بازیگر داشتی همه الان افسردگی گرفتن تو خونه ها، نصفشون مردن، نصفشون بدبخت شدن، نصفشون این بر اون بر شدن. بهشون امید ندی، دوباره میخوای بازیگر تربیت کنی؟ بعد کیا؟ امثال آخه چی بگم؟ نمیتونم. مثلا آقای لطیفی رو دیده بودم، چه کار کنم؟ من اگه پستی رو لایک میذارم اون آدمو دوست دارم، ربطی نیست که با هم نظرش موافق باشم. آقای لطیفی میخواد بازیگر تربیت کنه. آقای لطیفی باید فیلم بسازه، محمد حسین لطیفی، یا آقای مثلا مثل اینه که بخوام بگیم آقای فراستی میخواد فیلمساز تربیت کنه. ایشون ایته تخصصش سواست، بازیگری تربیت کردن تخصصش سواست. من تا الان نشنیدم مثلا حرفای چرت و پرتی از آقای دکتر دلخواه. مشخصه اصلا از این شخص استفاده میکنین. جشنواره همه درب و داغون، اصلا آدم روش نمیشه. من یه دونه یادتون هست، نمیدونم، حالا من با مخاطبی دارم صحبت میکنم که منو میبینه دیگه، کامنت ها من میبندم چون مثلا حوصله دیدن چرت و پرت ندارم. حرفمو میذارم، نخواستی رد کن بره که ما خود شما بدیم که چی بیا اونجا برای من بنویسید فلان. نه، مثلا من وجودشو نمایم، کامنت باز کنم. هنرمند واقعا حالم بد میشه وقتی میخوام راجع به هم خوشم میاد برم روی صحنه، هم نه. الان نمیدونید که هرچی آدم میره جلوتر تازه درک میکنه، مثل بچه‌ای که بزرگ میشن میفهمن پدر و مادرشون چی گفتن. بلایی سر من یکی آوردن که نکن. من خیلی جایزه گرفتم توی ایته بازیگری کارگردان. یه نفر زنگ نزد تو این 3 سال آقا مردی یا زنده ای؟ خب چی میخواد هوای تو رو داشته باشه؟ تو هم یه مدت میمیری، تو هم یه مدت میمیری، ولی چیزی دستت نیست. اون موقع آقای سمندریان امضا میکرد. جایزه های من مال افرادی هست دیگه، ببخشید نمیخوام بگم پایین تر، ولی آقای هرمز هدایت دیگه برای خودش کسی، محمد علی کشاورز، امضاهایی که زیر لوهای تقدیر و دیپلمای افتخار من شده بهش افتخار میکنه. من کی میخواد برات امضا بکنه؟ میخوای بگی جایزه رو از دست کی گرفتی؟ دبیر جشنواره‌ات کی بوده؟ چه جشنواره‌ای؟ من یه دونه نوشتم اونجا میخوام برم جشنواره، واقعا فیلم جشنواره میبینن، تئاتر رو میذارن، میان میشینن بازبینی میکنن که چی؟ کیوان خسرومردی خودش میدونه دیگه. الان شاید یکی پیش خودش بکنه ممنوع الکار شد، فلان شد، بشه. کسی هنرمند نمیتونه ممنوع الکار کنه. ممنوع الکار چی؟ هنر خودش آوازش میپیچه، صداش از هنر ماناست. مینویسن نمایشنامه، مینویسن نمایشنامه کار میکنن، کوچ میکنن. آقای بیضایی رو کسی تونست جلوشو بگیره؟ ما نه فوش میدیم، نه بیادبی میکنیم، نه به ساحت کسی بی احترامی میکنیم. اجرا دیدن هیئت بازبینی میان مغایرت نداشته باشه با شؤونات اسلامی یا با فضای جمهوری اسلامی. ما تمام کارهایی که داریم میکنیم تابع یک کشوریم. من هم تابع این سرزمین یا انجام میدم یا نمیدم دیگه دیدنش یعنی چی؟ یه آدمی به نزدیک به 50 سال سنش مثل من بیادش چی بکنه؟ مثلا کاری انجام میدم حرف بد میزنم مثلا به کشورم، مثلا میام کشف حجاب میکنم رو صحنه، قطعا نمیکنم. و باید کار من رو در واقع قبلا آقای هرمز هدایت ارجه سلامت باشه، من اصلا نمیدونم واقعا آدمو میشنوم آقای پسیانی خدا بیامرز به رحمت خدا، اصلا آدم دیوونه داره میشه. بقیه هم میبینیم کاراشو میبینیم خل شدن. یه سری هم که اصلا حرفای چرند و پرند تحویلت میدن، میخوان با بازیگر تربیت کنی. مثلا آقای مصطفی رو دیدم، آقای صدیقی، ما اینا رو داغون کردیم تو خونه افتادن. بعد میخوای تربیت نسل جدیدی از بازیگران داشته باشیم، خواهیم دید دیگه. بازیگری ایران داره رو به کجا میره؟ ما فصل 9 بعد میایم برنامه میزنیم، برنامه 7 همینجوری کیلویی راجع به بازیگری داره تخصصی نظر میدید. یک مهمان رو درست حسابی ما نداریم، یعنی ما هیچ کس نداریم. میگم آقای دلخواه چون مورد کمه، فقط هی میبینیم ایشون میاد. تربیت مدرسی که بازیگر تربیت کرده باشه، همه استاد شدن. آقا استاد چی؟ این برای هم میگی استاد منش میخواد، استاد سلوک میخواد، استاد سواد میخواد. اصلا همین مرحله اول اصلا سوادشو داری؟
آقا کدوم بازیگر؟ تو از آموزشگاه کی اومده بیرون که بشه مثلا ایکس و ایگرگ که ما بخوایم بریم پیش تو با نسلی رو تربیت کنی؟ آدمت که من میام ثبت نام میکنم به من یاد بده. بعد پولاتون هم آدم نگاه میکنه به آدم یه مقدار مثلا میخواین تنها که مثلا تو زندگی نمیدونم چی از جز جشنواره ها. من هستم و اعتقاد دارم روی صحنه هم میام بازم کارهای خوب میکنم، کارهای خیلی خوب. اونایی هم که میگن من اخلاق ندارم فلان ندارم، به خاطر اینکه من شوخی نمی‌کنم. کار باید بکنید. کار جای کاره، جای بیادبی و شلبازی و لشبازی نیست که. باید کار کنیم، احترام بذاریم. بچه الان میگه ساک مینداز اینجا سیگار رو لب، سیگار نمیکشه بازیگر که. بازیگر سیگار نمیکشه که. حرف بزن آقا پشت خودت من انقدر منو کارتون خواب کردید، انقدر گفتید این فلان معتاد بسار، منم معتادم دیگه. تو رو میبینیم این شکلی، ما رو میبینیم این شکلی. تو رو حالا من نمیدونم چی میگی. من یکی حال و حوصله اینجور حرفا رو ندارم. دروغ تحویل مردم ندید. شما بازیگر نمیتونید تربیت کنید. به مردم اجازه بدید، به هنرمندان اجازه بدید بیان کارهای قشنگ انجام بدن. پول نگیرید. اداره ارشاد چرا برای کارهایی که توی مکانهای دولتی اتفاق میفته از ماها پول میگیره؟ چرا باید پول بدیم؟ ما از چه راهی امرار معاش کنیم؟ چی کار کنیم؟ من یکی کاری نمیکنم، من دم به تله نمیدم. نهایت من حرف نه بی‌ادبی کردم، نه به شخص کسی بی احترامی کردم. ما همه میدونیم منظور ما کیا و چیاست. بزرگترین افراد ما رو خونه نشین کردید. کیا؟ افراد نالایق. من منظورم فقط با افراد نالایق، مسئولین بی سواد. مگه میشه یه دونه اداره همینجور معاون هنری عوض کنه؟ مگه میشه مرکز هنری نمایشی همینجور مدیر عوض کنه؟ آقا چه خبره؟ چیه؟ سال به سال این مدیر میره مدیر میاد، مدیر میره مدیر میاد، مدیر میره مدیر میاد. یه دونه آدم متخصص رئیس تئاتر ما دیدیم یا نه؟ باند بازیه دیگه آقا، مافیا بازیه دیگه. مافیا دیگه چی هست؟ بازی مافیاست یا مافیا فکر کردی آلکاپونه؟ مافیاست دیگه. تیم درست کردی تو تیم خودمون. این تیم رفت تیم بعد، تیم رفت تیم بعد، تیم بعد. بعد همه به هم میگیم سلام. همه به هم دروغ میگیم. تا برگشتید پشت هم دیگه حرف میزنیم. هممونو، از خود من گرفته تا خود تو که داری منو میبینیم میگه چی میگه فلان، میگه باز کیوان دیگه. به من انقدر برچسب زدی گفتی دیوونه فلان اینو. بیا راست میگی، رو صحنه یه دونه بازی کن دیگه داداش من. چرا ازت چیزی نمیبینیم؟ تو فیلم میگی من سینما بازی کردم. میبینیم آقا نقش کوچیک و بزرگ باشه، تو اصلا نقشی بود نداری روی صحنه. میام نگاه میکنم فیلم رو حواس، فیلم اینجوری معبجه، هیچکاک نکنه زنده شده که تو داری نقش بازی میکنی. میبینیم رو فرش قرمز، میبینیم تو فیلم فقط نشستی تو عروسی داری دست میزنی اینجوری. بعد میگی من سینما کار میکنم. تو سینما چی کار میکنی؟ تو سینما کار میکنی با همون کسایی هستن که فکر میکنن بازیگرن. داداش بی سوادید، بازیگر نیستید، بازیگر نداریم. برو دانش خودتو ببر بالا، برو با تیمای خوب کار کن یا کار نکن. رو صحنه افتضاح، حالش به هم میخوره. میخواد بری اون کار تئاتر ببینی. دنیا هم اینجوریه توی دنیا. حالا ولی خب توی سرزمین ما بیشتره. هنر داره همینجور میاد پایین، همینجور میاد پایین. اصلا عکس‌ها رو میبینی. بعد تو فیلم تئاتر رو چجور میخوای ببینی؟ فیلمو میذاری تو خونه میخوای ببینی؟ تخمه میشکنی میخوای فیلم تئاتر ببینی؟ خب اسمش بشه فیلم دیگه. من تئاتریم، تئاتر باید بشینی با موبایلت هم بازی نکنی، سرت هم نندازی پایین. باید بشینی، اگه بازبینی هستی باید کار منو بازبینی کنی. در این تعداد کارا بدی. داری امپراتوری میکنی، امپراتوریت به سر رسیده خبر نداری، رد میشی، ما تو دلمون بهت میخندیم. فکر میکنی که چی؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ نمیدونم چرا این حرفا رو زدم، ولی این قول رو بهتون میدم. این قول رو بهتون میدم دارید اشتباه میکنید و تاریخ از شما یاد نه تنها نخواهد کرد، اصلا به یاد نخواهد آورد. اما افرادی که شریف و سالم زندگی کردن، هنرمندای واقعی رو همیشه تاریخ یاد میاره. اونو میدونم چرا فیلم داری میگی، هر دفعه میشینی میگی یه چیزی بگو، باش برنامه داری. برو دیگه، منو نگرفتن برو.